راستی وسط پاهای شما چیه؟ جهنمه. وسط پاهای شما چیه؟ یه گناهکار که جاش وسط جهنمه. من نهایت السوار است شکوه سبلان، چو کتانهای مرا بگیر امشب به دهان. قلک کوچکم را شکستم، تو فقط بگو ناز نگاهت چند. 2500. مکان هم از خودتون باید باشه. اگه امپراتور بفهمن کون هممونو آش میکنن. این دنیا چیز تازه‌ای برای رو کردن نداره، اما چیزای زیادی برای فرو کردن داره. تنها یک آدم احمق از پاره بودن جیبش ناله میکنه، اما آدم عاقل از اون پارگی برای خاروندن خیه‌هاش استفاده میکنه. برای اینکه بتونید دور از چشم امپراتور گی کنید، نقشه‌ای دارم که کیرلا درزش نمیره. یا اخی تسو ابن گوموها آمده. به چلم که آمده. این ملاعین باز از ما چی میخواهند؟ قربان سرت، گفته همسرم باردار نمیشود، آمده با کمک شما باردارش بکنند. موف باشد کلوف باشد، کون از خودش توف از خودش. جعفر آنها رو به اندرونی من بیار. خب بگو زنت رو گاییدن بچه دار شد؟ اون که زن من نبود. زنت نبود؟ پس اگر زنت نبود چه بود؟ سیغه است یا عقدیه؟ جنده است، نقدیه. تو از